زیبای زریفان باعث یادآوری است که امروز دارد این نوبت مهمان ما هستند دستاندرکاران مؤسسه تعلیمی رقمی 15 شهر باختر دسته استقلال. دوستان عزتمند، هواداران محفل زیبای ظریفان، حالا برای دسته دعوت شده اعضای کمال را آشنا می‌سازیم. رئیس کمیسیون سیدزاده آتاخان، دیرکتور هیئت ملیتی موسیقی مسیحی برنامه معطل مهاجر شهر باختر، دورنده افتخارنامه سرور معظم ملت. عثمان بلالی شاعر، صدر شعبه فیلم‌های هنری ریاست مؤسسه دولتی تولید فیلم در ولایت خندان. رحمان زاده فضل‌الدین، دیرکتور مکتب صنعتی و شبانه شهر باختر و معلم عزیز ما ابوجبار و گلناره، نماینده شعبه معارف شهر باختر اعضای حکمانی میکنند و فقط یک خواهش همین است از تالار با خاموشی رویه میسازیم. هر یک حرکت های شما برنامه گرفته می شود. خواهش و از پس صحنه صدا خیلی زیاد است. خواهش بعد از استقلال که از قفای صحنه صداها زیادتی خیلی زیاد است و شرط های انیقترش محفل زیبای ظریفان را آشکار می سازیم. محفل ظریفان از 5 شرط عبارت است. شرط اول سلامنامه، شرط دوم صنعت حجبی، شرط سوم این تقلید است، شرط چهارم رقص گروهی است و شرط آخرین این پیشنهاد فرهنگ لباس پوشی است. و بعد با کمال احترام با قصکای زیبا دسته استقلال را برای اجرای سلامنامه روی صحنه میخوانیم. استقبال نگیریم.
ایزدمند برای بازم بادروی همه با شما بخش غیر کنکورسی دسته استقلال را روی صحنه میخوریم. استقبال میگیریم دسته استقلال را. فقط یک خواهش است که همین زحمتی که امروز دسته استقلال کشیدن آرامانه تماشا میگیم. خواهش دستگیری میگیم فقط. حالا رو به جانب اعضای حکمان بیاریم برای سالنامه 4 4 4 3